پیامبر صلی الله علیه وسلم دو گوسفندی که دارای 8 صفت بود آن را قربانی میکردند. خیلی که گفتن که کبشینی عظیمینی سمینینی ثمینینی موجوعینی املحینی جذعینی. آن دو گوسفندی که جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم قربانی کردند چنین وصف ها داشت. کبشینی یعنی دو گوسفندی نارینه بود، قوچقار میگویند، این زبانی اگرچه ترکی هست، یعنی دو گوسفندی نارینه، حالان که مادینه هش هم اجازت است. این صفت یکمینش این است که گوسفند بود، یعنی بوز نبود، حالان که بوز هم اگر 1 ساله باشد اجازت است. صفت اولینش دو گوسفند بود، صفت دومینش نارینه بود، صفت سومینش املحینی. بعضی علما گفتن که املحین به معنای گوسفند سفید بود و بعضی علما گفتن که سفیدی که دارای خطهای سیاه است، یعنی سفید و سیاه است. اقرنینی دو گوسفند شاخدار بود. گوسفند بی شاخ هم اجازت است، ولی گوسفندی که پیامبر صلی الله علیه وسلم قربانی کردند گوسفندهای شاخدار بود. اقرنینی اسمنینی دو گوسفند فربه بود. گوسفند خراب هم اگر از 6 ماه 7 ماه بالا گذشته باشد اجازت است، ولیکن مستحب این است که فربه باشد. ثمینینی در بعض روایت آمده است، به جای سمینینی سمینینی فربه، ثمینینی قیمت، نرخش قیمت. این وصف ها که پیدا شد غالبا نرخش قیمت میشد آخر. ثمینینی موجوعینی دو گوسفند اخته کرده شده، یعنی اخته کرده شده گوسفندهای نارینه که خایه های آنها بریده میشد تا اینکه گوشتاشان خوش طعم و با مزه گردد و فربه گردد. واقعا این نوع گوسفندها طعمش خوشمزه تر است. جذعینی یعنی دو گوسفندی که جوان است، یعنی بین 6 ماه تا 1 ساله. این گوسفند با مزه تر است از آن گوسفندی که مثلا 2 ساله 3 ساله پیرتر که هست، طعمش و گوشتش سخت می شود. اما گوسفند اگر از 6 ماه گذشته باشد خوش طعم، گوشتهایش ملایم با مزه می شود. بنابراین جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بهترینی قربانی ها را قربانی کردند.